درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 15 مارت. در ولایت ختلان رزمایش وسیعمیقیاسی یک جایه نیروهای تاجیکستان و روسیه آغاز یافت که در آن سربازان دو کشور شیوه‌های مبارزه با تروریستان را تمرین می‌کنند. در آزمایش 50,000 نفر از نیروهای ذخیروی با حضور 2,000 سرباز از روسیه شرکت دارند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع روز 15 مارت به رادیوی آزادی گفت نیروهای تاجیکستان و روسیه با استفاده از صدها زیره‌پوش و تانک و 20 هواپیماهای جنگی گروه‌های فرضی تروریستی را در مرز با افغانستان نابود می‌کنند. تمرین‌های نظامی در آزمایشگاه‌های حرب میدان، سنبوله، مومیرک و لاهور و در زمان صورت می‌گیرند که تلاش گروه‌های قاچاقبر و خرابکار برای ورود از افغانستان به خاک تاجیکستان بیشتر شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است دعوت بهاری به صف ارتش ملی از ماه آینده شروع شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 15 مارت با نشر این فرمان گفت دعوت جوانان به صف ارتش از روز 1 اپریل شروع می شود و تا آخر ماه ادامه می کند. در تاجیکستان هر سال از 15 تا 16 هزار جوانانی از 18 تا 27 ساله به صف نیروهای مسلح دعوت می شوند. از بس که سرپیچی از خدمت نظامی هنوز هم زیاد است، در این موسم ابلاغ و یا جلب مجبوری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان از موضوعهای رقمی یک بحث در میان جوانان تاجیک می شود. تیر ماه سال گذشته یک جوان تاجیک دو افسر کمیسریت نظامی دوشنبه را که می‌خواستند او را به ارتش برند کشت و چند پیش به سالهای طولانی زندان محکوم شد. وزارت دفاع روسیه ویدیوی بیرون کشیدن قسمتی از اسلحه و مهمات جنگیش از سوریه را نشر کرد. وزارت روز 15 مارت با نشر این ویدیو و بیانیه رسمی در وبسایتش نوشت که چند هواپیمای جنگی سو-24 روسیه سوریه را ترک کردند و به پایگاه‌های دائمی خود برگشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 14 مارت اعلام کرد که کشورش به اهداف عملیات 5 ماهش در سوریه رسید و برای همین بسیاری از نیروهای نظامیش را از سوریه بیرون می‌کشد. روسیه 5 ماه پیش با اعلان جنگ با تروریسم بین المللی و حمایت از حکومت رئیس جمهور بشار اسد عملیات نظامی را در سوریه شروع کرد و زمان از بیرون کشیدن نیروهایش اعلان داد که گفتگوها درباره خاتمه دادن به جنگ سوریه در شهر ژنو آغاز یافته است. رهبران خبرگزاری‌های دولتی کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه جمع آمدند و همکاری‌ها را بررسی کردند. در همایش دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده از نقش خبرگزاری‌های دولتی در نشر اطلاعات و آشنایی مردمان کشورهای مشترک المنافع از زندگی و فرهنگ همدیگر سخن گفت. در جلسه شورای رهبران خبرگزاری‌های دولتی کشورهای مشترک المنافع نمایندگان ارمنستان و روسیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری بلاروس شرکت داشتند. گفته شد که ممکن است طرف‌ها درباره تبادل عکس‌ها سازشنامه همکاری امضا کنند. در آستانه جشن نوروز در شهر دوشنبه محفل شعر شاعر شناخته تاجیکستان مؤمن قناات برگزار می شود. در این محفل که ساعت 2 به وقت دوشنبه و در تالار اتفاق نویسندگان با حضور آوازخوان‌های شناخته جورابک نظری و افضلشاه شادی صورت می گیرد، ادیبان و هواداران اشعار مؤمن قناات شرکت می کنند. شاعر توانای تاجیک در عهد شوروی با داستان سروش استالینگراد در تمام قلمرو شوروی سابق شهرت یافت و سالهای اخیر در خانه به نوشتن مشغول است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.